وقتی صحبت از اوقات فراغت میشه، من عاشق 3 چیزم: سفر کردن، فیلم دیدن و البته گجت های خاص. اما همیشه برام یک چالش بود: چطور میشه توی یک سفر یا کمپینگ بدون تلویزیون یا تجهیزات سنگین لذت دیدن فیلم رو روی صفحه بزرگ تجربه کرد؟ حالا تصور کنید توی جیب من چیه که همه اینها رو پوشش میده. این شما و این میری پروژکتور لیزری از برند محبوب و جانسخت سونی، گجتی هم اندازه یک گوشی موبایل که روی دیوار یک تصویر 100 اینچی بهتون میده. امروز میخوایم ببینیم این کوچولوی جذاب بعد از این همه سال چطور کار میکنه و چرا هنوز هم یک شاهکار مهندسیه. وقتی میگم هم اندازه موبایل اصلا اغراق نمیکنم. ابعاد تقریبی این پروژکتور 15 در 8 در 1.3 سانتی متره. یعنی به راحتی حتی توی جیب شلوارتون جا میشه. وزنش 210 گرمه. یعنی حتی از موبایل های پرچمدار سبکتره. بدنه فلزی فوق‌العاده باریک و زیبایی داره. ولی شاهکار طراحی ژاپنیش این پایه قابل تنظیمه که هم میتونید تصویر رو روی دیوار روبروش بندازید و یا وقتی روی تختتون دراز کشیدید با تغییر محل پایه تصویر رو روی سقف بندازید و از دیدن فیلم در حالت درازکش لذت ببرید. سونی توی بخش مهندسی این دستگاه سنگ تموم گذاشته. کنارش هم ورودی HDMI داریم و هم MHL. علاوه بر اون قابلیت میرور اسکرینینگ برای اتصال به گوشی داره. پس عملاً برای فیلم دیدن خوبه و هم اتصال به کنسول گیمینگ. یک جک 3.5 استاندارد برای خروجی صدا و از همه جالبتر خروجی USB برای استفاده به عنوان پاور بانک داره. یعنی رسماً یک گجت چند کاره برای سفر و کمپینگ. اما بریم سراغ جادوی اصلی این دستگاه، یعنی پورتاب بودنش. اول از همه فناوری لامپ. این پروژکتور یک پروژکتور معمولی نیست. فناوری این دستگاه لیزری هست. این یعنی چی؟ یعنی قابلیت فری فوکوس داره. من دستگاه رو به دیوار نزدیک میکنم، دور میکنم، حتی تصویر رو روی دستم یا سطوح ناهموار و ناصاف میندازم. تصویر در کسری از ثانیه خودش کاملا تیز و فوکوس میمونه و اصلا نیازی به فوکوس مثل بقیه پروژکتورها نداره. این پروژکتور با کانترست باور نکردنی 1:80,000 در تاریکی تصویری عالی با کیفیت و غلظت رنگ خوب بهتون میده که واقعا جذاب و قشنگه و حس سینما رو توی اتاق خواب یا چادر مسافرتی خواهید داشت. فناوری بعدی که خیلی کمک کرده به پورتاب بودنش قابلیت اسکرین میرورینگ داخلی هست. پس شما نیازی به اتصال با سیم ندارید که استفاده ازش رو خیلی دوست داشتنی‌تر کرده. مورد دیگه ای که شاید خیلی متعجبتون کنه اینه که این پروژکتور باتری داخلی 3400 میلی آمپری داره که برای تماشای یک فیلم 2 ساعته کامل کافیه و شاید در کمتر پروژکتوری بشه این قابلیت رو پیدا کرد. ضمناً درسته که اسپیکر داخلی داره، ولی با اتصال بلوتوثی میتونید صدا رو از یک اسپیکر جدا و با کیفیت خیلی بهتر بدون لگ گوش بدید. این قابلیت ها صرفاً طراحی شدن که این دستگاه رو متمایز کنن و سونی بهتون بگه با خیال راحت ببرش آفرود و کمپینگ و از دیدن فیلم با دوستات لذت ببر. اما خب این گجت خیلی کوچیکه و این باعث یک سری محدودیت ها میشه که باید بهتون بگم. اولیش روشنایی کمه. این دستگاه برای تاریکی مطلق ساخته شده و فقط 34 انسیلومن نور داره و به محض اینکه چراغ رو روشن کنید یا نور روز بیاد تصویر عملاً محو میشه.
دومین مورد هم اسپیکر داخلیشه که خیلی ضعیفه و عملاً کاربردی نداره و فقط هست که بگن اسپیکر داره. پس برای فیلم دیدن حتما باید یک اسپیکر بلوتوثی یا هدفون همراهتون باشه. سومین مورد هم که البته به نظر من نسبت به جثه کوچیکش شاید خیلی هم ضعف نباشه، اینه که درسته که ورودی تصویر 4K رو ساپورت میکنه، ولی خروجی کیفیت تصویرش HD یا همون 720 در 1920 هست و اینجا از فول HD و 4K خبری نیست. برای نمایش عملکرد واقعیش اول به کنسول ایکس باکس سری ایکس وصلش کردم. اتاق هم کاملا تاریکه و این کیفیت تصویرشه. حالا افت کیفیت رو با روشن کردن چراغ اتاق میتونید ببینید. اینم کیفیتش هنگام تماشای فیلم در اتاق تاریک و تست صداش با اسپیکر داخلیش. در نهایت این سونی کوچولو برای من فقط یک پروژکتور نیست، یک گجت خاطره انگیز و یک همسفر دوست داشتنیه که تعریف اوقات فراغت رو تغییر میده. و مثل هر گجت دیگه ای از این برند شما رو با کیفیت خودش راضی نگه میداره. اگر شما هم عاشق سفر و فیلم هستید برام بنویسید مثل من این سبک گجت های جیبی رو ترجیح میدید یا پروژکتورهای پرنور ولی بزرگتر رو. لایک ویدیو و سابسکرایب کانال دکتر گجتولوژی یادتون نره. تا ویدیوی بعدی مواظب سلامتیتون و البته گجت هاتون باشید. خدا نگهدار.